خوشمزه تر و راحت تر از خاگینه مغزدار تبریزی نداریم. بدون فر و حتی همزن میتونید درستش کنید. برای شربت خاگینمون آب و شکر رو میذاریم رو حرارت. 5 دقیقه که ریز جوشید گلاب و عرق هل و زعفرون بهش اضافه میکنیم و حرارت رو خاموش میکنیم. تخم مرغا رو دونه دونه میشکنیم. کمی وانیل بهش اضافه میکنیم، با همزن میزنیم تا تخم مرغامون حسابی کف کنن و رنگشون روشن بشه. این زدن باعث میشه خاگینمون اصلا بوی تخم مرغ نده. زعفرون دم شده و ماست سفت و شیرین رو بهش اضافه میکنیم، دوباره با همزن میزنیم. حالا به آردمون بیکینگ پودر اضافه کرده و طی 3 مرحله به خاگینه اضافه میکنیم، با همزن روشن میزنیم، یه بارم دورگیری میکنیم. مایه خاگینمون آماده است. حالا تو تابه نچسبمون 2 قاشق روغن میریزیم، نصف مایه خاگینه رو میریزیم، دم کنی میذاریم تا خاگینه خودش رو بگیره. به گردوی خرد شدمون دارچین و پودر گل سرخ و کمی گلاب اضافه میکنیم که حالت خمیری بشه. بعد هم روی خاگینمون میریزیم برای اینکه خاگینمون خوشگل‌تر دیده بشه. از دورش یکم فاصله میدیم. بعد بقیه مایه خاگینه رو به همین صورت اول از اطراف و بعد روی موادمون میریزیم، دوباره دم کنی میذاریم. خاگینمون که خودش رو کامل گرفت برش میگردونیم تا اون طرفش هم سرخ بشه. دوباره 2 قاشق غذاخوری روغن سرخ کردنی میریزیم. اون طرف خاگینم که سرخ شد خلال دندون چند تا سوراخ ایجاد میکنیم و شربت خنک رو میریزیم و تمام.